نصیری ها کیا هستن، عقیده آنها چیست و اینکه بشار اسد نصیری است، پدرش نصیری بود و کلا خانواده اسد یکی از خانواده‌های نصیری مذهب سوریه هستند. بگومگوهای زیادی در بین عزیزان و در صفحات اجتماعی ملاحظه شد و بعضی از حالا شاید از بیخبری و از جهل حتی بحث و مناقشه کشیده شد که بشار اسد سنی است و شیعه نیست. دوستان عزیز، همونطوری که میدانید شیعیان فرقه های زیادی دارند که بارها ما در موردشون صحبت کردیم. از معروفترین فرقای شیعه اثناعشری است و بعد از اون که زیاد در بین مردم اسمشون شنیده میشه شیعه اسماعیلی است، شیعیان زیدیه هستند و شیعیان نصیری یا علوی. البته اسم علوی رو بعداً استعمار فرانسوی بر اینها اطلاق کردند تا از اون زشتی و بدی که فرقه نصیریه در بین امت اسلامی در طول تاریخ ازشون یاد میشد یک کمی بکاهند یا به شکلی با تغییر اسم مردم رو فریب بدن. فرقه های شیعه همونطوری که میدانید شما عزیزان، بعد از وفات هر امام از امامان اهل بیت که شیعیان خودشان رو پیرو آنها میدانند، فرقای متعددی در بین این دین ایجاد میشد. عده‌ای میگفتن که خب مثلا اگر امام علی فوت میکرد، عده‌ای میگفتن که پسرش مثلا حسن جانشینش است، این میشد یک فرقه. عده‌ای میگفتن نه، پسرش مثلا زید جانشینش است، زید ابن علی، میشد یک فرقه. عده‌ای میگفتن نه، اصلا علی نمرده، علی مهدی است، همون مهدی آخر زمانی که به اصطلاح بهش بشارت داده شده علی است، میشدن یک فرقه. فرقه میگفتن که نه، اصلا علی خودش خدا بوده، مانند سبعی‌ها میگفتن علی خودش خدا بوده. به هر صورت بعد از مرگ هر امام همین مشکلات ایجاد میشد. به طور مثال بعد از وفات امام جعفر صادق عده‌ای اومدن گفتن موسی کاظم امام است، اینا شدن همین امتدادش که آخرش به اثناعشری میرسه. عده‌ای گفتن نه، امام جعفر صادق یک فرزندی داشت که در زمان حیات ایشان فوت کرده بود به نام اسماعیل. گفتن که نه، اسماعیل امام است، اما ایشون امام غایب است و تا امروز هم فرقه اسماعیلیه معتقد بر این هستن که اسماعیل امام است. طبیعتاً وقتی که ما میگیم فرق شیعه، شما فکر نکنید مانند فرق اهل سنت هست که اهل سنت فرق نیستن. به اصطلاح میتونیم بگیم مذاهب فقهی هستن، شافعی، مالکی، حنبلی، اهل حدیث، ظاهری یا 4 تا که معروف هستن. مذاهب دیگری که وجود داره، اینها یعنی عموما در مسائل اعتقادی با هم اختلاف چندانی ندارن، همدیگر رو کافر نمیدونن. در مسائل ارکان ایمان، ارکان اسلام با هم دیگه اختلافی ندارن، همدیگر رو مسلمان میدونن، تعبد به مذهب همدیگر رو جایز میدانن. برعکس شیعیان که هر فرقه‌ای که اومد فرقه دیگری رو تکفیر میکنن. مثلا شیعیان اثناعشری الان شیعیان اسماعیلی رو کافر میدونن، شیعیان نصیری رو کافر میدونن و برعکسش اسماعیلی و نصیری ها بقیه رو کافر میدونن، یکی هم دیگر رو تکفیر میکنن. امروز در مورد فرقه نصیری میخوایم صحبت بکنیم که در سوریه اینا حاکم بودن و بشار اسد و پدرش حافظ الاسد از شیعیان نصیری هستند
و شیعیان نصیری از مناطق جبلی و ساحل غربی سوریه که از لاذقیه گرفته تا طرطوس، در این مناطق از دیر زمانی، یعنی میشه گفت که از قرن سوم هجری در این مناطق ساکن شدند و داستانی دارند از تعاملشان با خلافت‌ها و حکومت‌های اسلامی که در طول تاریخ وجود داشته و تا امروز که سقوط کردن در سوریه، اینا در این مناطق حاکم بودن و همیشه دردسری برای امت اسلامی ایجاد می‌کردن. بیایم مختصری در مورد این فرقه من خدمت شما عزیزان بیان بکنم که اعتقادات اینها چی است، از کجا شروع شد. فرقه نصیری از فرقه های غلات شیعه هست. از فرقه های غلات شیعه هستند که ظهورشون تقریبا میشه گفت در قرن سوم هجری است. بعد از اینکه امام حسن عسکری فوت میکنه، خب شیعیان اثنا عشری میگن که امام مهدی است، مهدی که غیبت کرده، غیبت صغرا داشت، بعد از اون غیبت کبرا داشت و الان هم در یک گوشه از دنیا داره زندگی میکنه و در آخر از زمان میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. مؤسس فرقه نصیری از شاگردان امام 11 شیعیان است که این فرقه رو تأسیس میکنه. اصل اعتقاد اینها بر این است که علی ابن ابی طالب خدا هست. علیه بالله ادعا میکنن که علی ابن ابی طالب خدا هست و اینا رو در طول تاریخ اسلام در مصادر اسلامی به نام فرقه نصیریه شما میتونید ببینید. بعد از جنگ جهانی اول و بعد از استعمار به نام علویین یا علویون یا علوی ها، اینها منسوب به علی ابن ابی طالب معروف شدن به خاطر پوشاندن اون قباحتی که در طول تاریخ از فرقه نصیری در اذهان مسلمان ها بود. مؤسس این فرقه هم شخصی است به نام محمد ابن نصیر البصری النمیری که در سال 270 هجری وفات کرده. ایشون مدعی نبوت است و ادعا میکنه که کتاب و رسالت بهش نازل شده. مختصری از اعتقاداتشون را اگر خدمت شما عزیزان بیان بکنیم، همونطوری که گفتیم اعتقاد دارن که علی ابن ابی طالب اله هست، خدا هست. و همچنین نکته جالبی که در بین شیعیان نصیری این است که عبدالرحمن ابن ملجم لعنت الله علیه قاتل سیدنا علی رو به اندازه تقدیس دوستش دارن. چرا؟ میگن که چون که علی متشکل شده بود از لاهوت و ناسوت، جسم زمینی و روح آسمانی. دقیقاً اعتقادی که مسیحیت در مورد عیسی علیه السلام داره. و عبدالرحمن ابن ملجم میگه با اون ضربه‌ای که زد لاهوت را از ناسوت جدا کرد، یعنی به اصطلاح حضرت علی رو از اون قفس جسمی که در روز زندان بود آزاد کرد. به خاطر همین عبدالرحمن ابن ملجم رو دوست دارن، میگن که این مخلص علی ابن ابی طالب بود. بعضیشون اعتقاد دارن که علی ابن ابی طالب یا عموم فرقه نصیری اعتقاد دارن که علی ابن ابی طالب زنده است، نمرده و در روی ابرها حرکت میکنه و حتی تا امروز هم در بین نصیری ها وقتی که صدای رعد و برق رو بشنون میگن این صدای علی است. وقتی صدای رعد و برق رو بشنون میگن که السلام علیک یا ابوالحسن، میگن که این صدای رعد که غرش آسمان صدای علی است و این برقی که میزنه، روشنی که ایجاد میشه، این صدای همون شلاق علی است که به ابرها میزنه. از جمله اعتقاداتشون این است که شراب رو تعظیم میکنن به حد تقدس، شراب رو دوست دارن. به خاطر همین اگر در این ویدیوهای اخیرم دیده باشید، اکثر کسایی که از افسران اینا که دستگیر شدن در سوریه در حالت
خمار بودن، نیشه بودن، به خاطر اینکه شراب رو تا حد تعظیم اینها دوست دارن و حتی به شکل مکرر روزانه جز عبادت‌هاشون است که باید شراب بخورن. و درخت انگور رو این رو تعظیم میکنن، یعنی یک چیز مقدس میدانن. روزانه 5 وقت نماز میخونن مانند مسلمان ها، منتها نمازشون با نماز مسلمان ها فرق میکنه. جالب این است که نمازشون سجده نداره، اصلا در نماز سجده نمیکنن. برنامه هایی که در معابدشون و در عبادتگاهشون انجام میدن بیشتر شبیه عبادت های نصاراست، چون یک فرقه باطنی است، بیشتر این عبادت هاشون رو آشکار نمی کنن برای مسلمان ها. به حج اعتقاد ندارن، میگن که این حج کفر است، یعنی عبادت سنگ است، بتخانه است، عبادت بتها است. به حج اعتقاد ندارن. زکات رو قبول ندارن، بلکه قائل به خمس هستن مانند شیعان اثنا عشری. خمس مالشون رو، خمس درآمدشون رو به بزرگانشون میدن. در رمضان روزه میگیرن، اما روزهشون فقط چی است که از همبستری با زنها خودداری میکنن. این روزه است، میخورن و شراب و کبابشون رو میزنن و این است. تفسیر باطنی در مورد ارکان و شرایع اسلام دارن، مثلا شهادتین رو قبول ندارن، نماز رو به اون شکلی که عموم مسلمان ها میخوانن قبول ندارن، زکات، حج، طهارت، وضو، غسل جنابت، به این چیزا اعتقاد ندارن. میتونیم بگیم که نصیریا اعتقاداتشون یعنی یک چیز شلغم شوربایی است از اعتقادات یهود، نصارا، مجوسیا یا آتش پرست، بت پرستا و چیزی هم از اسلام. اینو یک چیزی میکسی درست کردن و بعضا میبینیم که از دیانت‌های آسیایی مانند هندویسم و اینها و بودایی اینها هم اعتقاداتشون یافت میشه در بین اینها. عیدای زیادی دارن، مثلا عید نوروز رو جشن میگیرن در 4 اپریل هر سال. عید نوروز رو جشن میگیرن و عید غدیر خم دارن، عید 10 محرم دارن. عید قربانشون تاریخ 12 ماه ذوالحجه است، چیز عجیب. عیدهای نصارا رو تقدیس میکنن، مثل کریسمس و خلاصه عید تطهیر و نمیدونم عید که نصارا در اون شراب و به اصطلاح نان میخورن. اینها این اعیادی که نصارا دارن اونها این رو تقدیس میکنن. روز شهادت سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رو جشن میگیرن، یکی از روزهای عیدشان هست. و علمای اسلام در طول تاریخ در مورد اینها صحبت‌های زیادی کردن. یکی از جالبترین صحبت‌ها رو شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع فتاوا داره، میگه که هؤلاء قوم المسمون بالنصیریه، این قومی که به نام نصیریه یاد میشن، هم وسائر الاصناف الباطنیه اکثر من الیهود و النصارى، اینها و دیگر فرقای باطنی کافرتر از یهود و نصارا هستند، بل و اکثر من کثیر من المشرکین، از خیلی از مشرکین هم کافرتر هستند. و ضررهم اعظم من ضرر الكفار المحاربین مثل التتار و الفرنج و غیرهم، ضررشون به اسلام از ضرر کفاری که در حالت جنگ با مسلمان ها مانند فرنگیا و مغول ها و اینها هم بیشتر است. و هم دائما مع کل عدو للمسلمین، و آنها همیشه با دشمنان مسلمان ها بودن. فهم مع النصارى علی المسلمین، به همراه مسیحیان بر علیه مسلمین همیشه بودن. و من اعظم المصائب عندهم انتصار المسلمین علی التتار، و بزرگترین مصیبتی که بر نصیری ها وارد شد این بود که مسلمان ها بر مغول ها پیروز شدند. ثم این التتار ما دخلوا بلاد الاسلام و قتلوا خلیفه ببغداد و غیره من الملوک الاسلام الا بمعاونتهم و معاذرتهم، و مغول ها نتوانستند به کشورهای اسلامی وارد شوند مانند بغداد و سرزمین شام اینا الا به همکاری نصیری ها و کمک به همکاری اینا. و اینو میدونید که دیگه چیز واضح و آشکار است، نه تنها نصیری ها بلکه حتی شیعیان اثنا عشری هم
در طول تاریخ اینها را اگر مطالعه بکنید همیشه در کنار شیعه، عموما همه فرق شیعه، فاطمیونشون، نصیری هاشون، اثنا عشری هاشون، اسماعیلی هاشون، همیشه در کنار دشمنان اسلام بودن و همکاری خواجه نصرالدین طوسی و ابن القمی با لشکر هلاکو، لشکر چنگیز که وقتی که بغداد رو تصرف کردن و خلافت اسلامی رو سرنگون کردن مانند روز آشکار است برای همه مسلمان ها. مختصری بریم در مورد جنایات اینها در طول تاریخ. جنایاتشون زیاد است اما من اینجا خیلی مختصر خدمت شما ایزان بیان میکنم که دشمنی با اهل سنت، یعنی طول تاریخ اینها رو ببینید همیشه در مقابل اهل سنت قرار گرفتن و همیشه با دشمنان اهل سنت همکاری کردن. با صلیبی ها در همه جنگ های صلیبی که صورت گرفته، چون اینها تقریبا میشه گفتیم در خط مقدم جبهه بودن، در منطقه شام بودن و منطقه شام همیشه به اصطلاح منفذ و محل شروع درگیری ها و جنگ های صلیبی بین مسلمان ها و بین صلیبی ها بوده. طبعا منطقه شام که میگیم از اردن بگیرید تا فلسطین، سوریه و لبنان، این مناطق همه رو در بر میگیره. همیشه اینها در کنار صلیبی ها قرار گرفته بودن و با اونها همکاری میکردن بر علیه مسلمان ها. بعد از اون که فتنه مغول ایجاد شد، اینها دست و دلباز در مقابل مغول با اونها همکاری کردن بر علیه مسلمان ها. مسلمان ها که در اینجا میگیم منظورمون اهل سنت است، چون از زمان خلفای راشدین تا سقوط خلافت عثمانی تقریبا میتونیم بگیم که در همه این دورهایی که حکومت‌هایی که وجود داشته اکثرا اهل سنت بودن. در بعضی از فتراتی بعضی از حکومت‌ها شاید برتری برای اشخاص شیعی که در این حکومت بودن، مانند مثلا آل بویه که یک مدتی خلافت عباسی رو در سلطه خودشون داشتن یا فاطمیونی که مدتی در مصر حکومت کردن، ولکن بیشتر حکومت‌های اهل سنت بودن و اینا همیشه در مقابل این حکومت‌های اهل سنت قرار داشتن. همکاریشون با صلیبی‌ها که در تاریخ رو ببینید پوشیده نیست، یعنی شخصیت‌های مهم این مذهب همیشه در کنار صلیبی‌ها قرار داشتن. با فرانسوی‌ها مثلا تا همین اواسط قرن 20 در خدمت فرانسوی‌ها بودن. دشمنی شدیدی با بنی عباس داشتن، چون در زمان بنی امیه اینها به وجود نیامده بودن تا هنوز. در زمان بنی عباس، خاصا در زمان خلفای بنی عباس که متمسک به قرآن و سنت بودن، عداوت و دشمنی اینها بیشتر میشد. البته بنی عباس رفتارشون با فرقای مخالف، خاصا با نصیری‌ها، بیشتر رفتار دعوی بود، یعنی با فرستادن فقها و دعات به مناطق شام سعی کردن که جلوی دعوت اینها رو با علم و با دلیل و با روحان و با قرآن و با سنت اینها بگیرن. خب تا جایی در بعضی مناطق موفق بودن، اما همیشه این روش و این اسلوب کارآمد نیست. در قرن 11 میبینیم که وقتی که سلاجقه در مناطق شام و آنادول این مناطق حکم فرما بودن، اینها نصیری ها در مقابل دولت سلجوقی قرار گرفتن و با مغول و با صلیبی هایی که در دو جبهه با دولت سلجوقیان می جنگیدن، اینا همیشه در کنار مغول ها و صلیبی ها قرار داشتن. در زمان ایوبیا و قبل از اون در زمان زنگی ها، سلطان نورالدین زنگی و بعد از اون صلاح الدین ایوبی، در زمان حکومت این دو خانواده‌ای که بر مناطق شام و مصر و خیلی از کشورها حجاز و سرزمین‌های اسلامی حکومت کردن، همیشه یکی از دشمنان اینها که با یهود و با نصارا و با مغول همکاری می‌کردن شیعیان نصیری بودن. در زمان ممالیک می‌بینیم که باز هم همکاری شدیدی بین نصیری‌ها و بین مغول‌ها و صلیبی‌ها وجود داشت، تا اینکه سیف الدین قطز
در معرکه بزرگ عین الجالود که برای اولین بار مغول‌ها رو تار و مار کرد و وقتی که مغول‌ها فرار کردن از صحنه جنگ، بیشتر اینها رو همین نصیری‌ها در کوهپایه‌ها و در به اصطلاح مراکزی که در کوه‌ها داشتن جا دادن و اونها رو کمک کردن. در زمان ظاهر ببرس یکی از ملوک قهرمان ممالیک که جنگ‌های شدیدی با صلیبی‌ها و با مغول‌ها داشت، در اون زمان هم می‌بینیم که اینها نصیری‌ها با اونها همکاری می‌کردن. در زمان ظاهر پپریس و بعد از اون ملوکی که در مناطق شام حاکم شدن با جدیت برخورد کردن با نصیری‌ها و ضربات شدیدی بر اینا وارد کردن. میتونیم بگیم در قرن 14 میلادی اینها وارد یک مرحله جدیدی شدن، مرحله تقیه. آمدن گفتن که ما سنی شدیم و با اهل سنت وارد مراوده شدن و می اومدن در مساجد اهل سنت نماز می خوندن، در نمازهای جمعه و عیدین شرکت می کردن. یک نوعی تقیه که می دونید یکی از شعارهای تقریبا همه فرق شیعه هست و تقیه هم این است که یک نوع منافقت، یعنی آنچه که ظاهر می کنی غیر از آن چیزی است که تو در باطن داری. کلا در این قرن اینها با این شکل خودشون رو محفوظ نگه داشتند. با طبعا وقتی که ظاهرشون می اومدن و برخورد اهل سنت با ظاهر طرف هست، به همین دلیل می بینیم که وقتی که اینها تقیه می کردن، اهل سنت با اونها به عنوان مسلمان برخورد کردن و در این قرن 14 اینا تونستن که این نیروهایی که قوتی که در طی سالیان متمادی در مقابل سلاجقه و ممالیک و اینها از دست داده بودن، دوباره اینها رو جمع جور بکنن و دوباره پایگاه خودشون رو قوی بکنن، تا اینکه در قرن 15 میلادی میدانیم که خلافت عثمانی به میدان آمد و در زمان سلطان سلیم اول یا سلطان سلیم رحمت الله علیه که یکی از سلاطین واقعا قهرمان عثمانی بود که تقریبا میتونیم بگیم همه آشوب ها رو سرکوب کرد، دشمنان صلیبی رو از یک طرف، و دقیقا در زمان ایشان هست که میبینیم شیعیان صفوی وارد جنگ های شدیدی با دولت عثمانی میشن و هدفشون هم این بود که نگذارن عثمانی ها در اروپا پیشروی بکنن، چون یک نوع همکاری و ائتلافی بین صلیبی ها در اروپا و بین دولت صفویه در ایران ایجاد شده بود و اینا با هم دیگه اتفاق کرده بودن که اونها از طرف شمال و اینا از طرف جنوب خلاصه این خلافت رو، اهل سنت رو نگذارن که انتشار پیدا بکنن در منطقه. هر موقعی که جنگ با صلیبیه شروع می شد، شیعیان اثناعشری صفوی از پشت سر حمله می کردن به عثمانی‌ها. خب میدونید که در آخر شاه سلیم اول تا همدان رو گرفت و ضربه مهلکی بر شیعیان صفوی زد. در جنگ چالدران میدونیم که تعداد زیادی از اینها رو تار و مار کرد و از یک طرف هم افغان‌ها که حمله کردند به اصفهان و یکی از اسباب تضعیف دولت صفویه همین جنگ‌هایی بود که شاه سلیم از یک طرف و افغان‌ها از طرف دیگر و سبب اسقاط رژیم جنایتکار صفوی که با زور و با خشونت و با ارعاب اهل سنت ایران رو شیعه کردن صورت گرفت. در طول مدتی که خلافت عثمانی با صفوی‌ها درگیر بود، نصیری‌ها همیشه در جبهه صفوی‌ها بودند و چه از داخل منطقه شام و چه به شکل علنی در جبهه‌های جنگ با دشمنان خلافت عثمانی همکاری می‌کردند که طبق داشته‌های تاریخی ما حتی سلطان سلیم مجبور میشه که یک فرقه
خاصی که تجربه خاصی در جنگ‌های کوهی داشتن اینها رو بفرسته به خاطر از بین بردن اینها. منتها اینا بعد از اون دوباره نیروهاشون رو جمع میکنن و وارد درگیری با عثمانی ها میشن و ضربات شدیدی بر دولت عثمانی وارد میکنن در طول سالیان متمادی، تا اینکه در قرن 19 یعنی در سال 1916 17 18 با تضعیف دولت عثمانی یکی از اسباب اصلی سقوط دولت عثمانی همین شیعیان نصیری بودن که در مناطق شام بودن و اینها با استعمار، با انگلیس، با فرانسه همکاری کردند در سقوط دولت عثمانی. در سال 1920 به خاطر خدماتی که نصیری ها به استعمار فرانسه انجام دادن، اونها یک حکومتی رو در منطقه همین بین لاذقیه تا طرطوس به نام حکومت علویین الجبلیه، به اصطلاح دولت علویین الجبلیه، یک حکومتی برای اینا تشکیل دادن. طبیعتاً هدف استعمار این بود که اینها رو آماده بکنه آهسته آهسته برای چی؟ برای حکومت کردن به سرزمین شام. در سال 1947 می‌بینیم بعد از اینکه سوریه رو فرانسوی‌ها ترک میکنن، تحویل همین نصیریایی میدن که در بین اینها افسران نظامی رو آماده کرده بودند، به اصطلاح رجال دولت رو آماده کرده بودند که در اون آشوب و در هرج و مرجی که صورت گرفته بود، به اصطلاح حکومتی که تشکیل میشد غیر از نصیری هایی که به اصطلاح آماده شده بودند برای گرفتن حکومت، اشخاص دیگری در ساحه وجود نداشت. در سال 1963 می‌بینیم که حافظ الاسد وزیر دفاع هست و در یک نمایشنامه ساختگی جولان رو، همین بلندی‌های جولان که امروز در دست اسرائیلی‌ها هست، رو به مبلغ 50 میلیون دلار در یک قرارداد پنهانی به اسرائیلی‌ها میفروشه و خیانت بزرگی رو در جنگ عرب و اسرائیل همین حافظ الاسد و ارتش سوریه که علوی‌ها بودن انجام میدن. و حتی جالب است بدانید که وقتی شهر قنیطره، یکی از شهرهایی که در نزدیکی‌های بلندی‌های جولان هست، قبل از اینکه نیروهای اسرائیلی وارد قنیطره بشن، رادیوی دمشق که دست حافظ الاسد بود اعلان میکنه که قنیطره به دست اسرائیلی ها اشغال شده. اصلا خود اسرائیلی ها تعجب میکردن که وقتی میشنیدن که قنیطره اشغال شده، اینا هنوز یک سرباز اسرائیلی هم وارد این شهر نشده بود. به هر صورت در جریان جنگی که مصر و اردن و کشورهای عربی با اسرائیل داشتن، سوریه با گرچه سبب آغاز جنگ سوریه بود، چون یک توطئه‌ای رو در یک توافقنامه پنهانی حافظ الاسد و اسرائیل و آمریکا چیده بودن، جنگ رو سوریه آغاز میکنه. مجبوراً مصر و اردن و کشورهای عربی وارد جنگ میشن، اما جبهه اصلی در دست سوریه هاست و سوریه ها بعد از 22 ساعت تأخیر وارد جنگ میشن و در اثنای جنگ هم نیروی هوایی خودشون رو وارد نمی کنن و این خیانت حافظ الاسد سبب شد که مناطق زیادی از کرانه باختری رود اردن، صحرای سینا و خیلی از مناطق عربی به دست اسرائیلی ها اشغال بشه. در طول این مدت از سال 1920 که اینها به سر حکومتی رو در مناطق کوهستانی در لاذقیه و اینجا تأسیس کردن تا امروز که چند روز پیش که سقوط کردن، در طول این مدت کار این حکومت نصیری چی بوده؟ قتل، ترور، از بین بردن اهل سنت، علمای اهل سنت و شخصیت‌های اهل سنت. حتی خیلی جالب است که بدونید یک نیروی نظامی بزرگی از کشور مغرب در سال 1967 برای مقابله با اسرائیل وارد سوریه میشه و اینها به طرف جولان حرکت میکنن و موفق میشن در اولین ساعات جنگ
مناطق زیادی از جولان اشغالی رو از دست اسرائیلیا بگیرن، در حالی که اینا منتظرن که الان ارتش سوریه طبق اتفاقی که صورت گرفته چیکار میکنه؟ به اینها کمک میکنه. توپخانه سوریه، نیروی هوایی سوریه به اینها کمک میکنه و در مقابل اسرائیلی ها اینها رو یاری میده. اما متاسفانه طبق اتفاقنامه پنهانی که با اسرائیلیا داشت حافظ الاسد هیچ گونه همکاری نمیکنه و همه این مجاهدینی که از مغرب آمده بودن برای آزادی فلسطین در این منطقه قتل عام میشن به دست اسرائیلیا و همشون به شهادت میرسن. بعد از این که این معرکه به نام معرکه جبل شیخ سرچ بکنید معروف هست، بعد از اون در سال 1982 شهر حما این شهر رو به شکل عجیبی قتل عام میکنه که تا امروز که قبرهای دست جمعی در اونجا کشف شده، در هر قبری مثلا 1000 نفر 2000 نفر زن، کودک، یعنی با وضعیت فجیعی مردم را قتل عام میکنه، اما به هیچ خبرنگاری، هیچ کمیته بین‌المللی، به هیچ کسی اجازه نمیده که وارد این شهر بشه تا از حقایقی که در اونجا صورت گرفته بود آگاه بشن و چنان در یک به اصطلاح سانسوری این شهر رو و این جنایت ها رو انجام میده که هیچ کس جرئت نمیکنه در موردش صحبت بکنه. اگر کسی فکر میکرد که مثلا بیاد در مورد این جنایت ها صحبت بکنه، این شبکه جاسوسی که منتشر کرده بودن در همه مناطق این شخص رو دستگیر میکردن و دیدیم که در زندان سیدنایا و خیلی از زندانهای دیگری که کشف شد در سوریه کسانی رو از زندان آزاد کردن که 40 سال، 45 سال، 50 سال، فکر کنید نیم قرن طرف در سن مثلا 10 سالگی، 15 سالگی، 17 سالگی زندان شده، الان در سن 60 70 80 سالگی از زندان آزاد میشه. بعد در سال 2000 همونطوری که بارها شنیده باشید در بشار میاد، بعد از اینکه به درک واصل میشه پدرش حافظ الاسد، بشار میاد رئیس جمهور میشه و اینم چون ماهر الاسد برادر بزرگش باید رئیس جمهور میشد طبق قانون اساسی، اما یک زدوبند خانوادگی درست کردن. بشار که کوچکتر بود رئیس جمهور شد و ماهر مسئول به اصطلاح فرمانده ارتش شد و دست بازی داشت در جنایت هایی که در سوریه در طول 24 سال گذشته صورت گرفت. زندان هایی که کشف شد و آوردن ایرانی ها، ملیشه های شیعه فاطمیون و زینبیون و حزب الله و قتل عام عجیب، خراب کردن شهرها، روستاها و هزاران نفر بلکه صدها هزار نفر انسانی که تا امروز هم از سرنوشت اونها هیچ کس آگاهی ندارد از جنایت‌های این رژیم است. یک کمی در مورد فرقه نصیری بریم در بین کتاب‌های خود اینها بگردیم که فرقه نصیری چی هست. این کتاب فرق شیعه نوبختی است. دوستان عزیز نوبختی و قمی اگر این رو نشون بدن، این یکی از کتاب‌های معتبری است که در مورد فرق شیعه نوشته شده. سال 1992 هم چاپ شده این کتاب. دوستان عزیز در مورد فرقه 176 در اینجا میگه که وقد شذت فرقة من القائلین به امامت علی ابن محمد فی حیاته، فرقه قائل به امامت علی ابن محمد شدن در زمان زندگیش. فقالت به نبوت رجل یقال له محمد ابن نصیر النمیری، که قائل به پیامبری شخصی به نام محمد ابن نصیر النمیری که مؤسس فرقه نصیری است. و کان یدعی انه نبی بعث و ابوالحسن العسکری، ادعا میکرد او پیامبری است که ابوالحسن عسکری او را فرستاده، یعنی امام 11 شیعیان. و کان یقول بالتناسخ و یغلو فی ابوالحسن، قائل به تناسخ ارواح بود و در حق ابوالحسن یعنی علی ابن ابی طالب غلو میکرد. و یقول فیه بالربوبیه، که ادعا میکرد که علی ابن ابی طالب خدا هست. و یقول بالاباحه المحارم، این فرقه قائل به یعنی نکاح محارم است، یعنی با خواهر و مادر و خاله و عمه ازدواج میکنن.
و یحلل نکاح الرجل بعضهم بعضا، حتی ازدواج مرد با مرد رو هم جایز میدانن، فی ادبارهم، که از راه عقب با هم دیگه به اصطلاح همبستری بکنن. و یزعم ان ذلک من التواضع و تذلل، و ادعا میکردن که این به اصطلاح لواطت کردن یا از عقب نزدیکی کردن دو مرد با هم، این از تواضع و فروتنی است، فی المفعول بهی، در مورد کسی که مفعول واقع می شود، و انه من الفاعل و المفعول بهی احدى الشهوات و طیبات، و در مورد فاعل و مفعول می گفتن که این یک از شهوات و یک چیزای پاک است، یعنی هیچ مشکلی ندارد. و ان الله عز وجل لم یحرم شیئا من ذلك، و ادعا میکردن که خداوند این رو حرام نکرده. و کان یقوی اسباب هذا النمیری محمد ابن موسی ابن الحسن ابن فرات، و کسی دیگری به نام محمد ابن حسن ابن فرات، این شخص این به اصطلاح این اعتقاد رو و این مذهب رو تقویت میکرد، که در روایت میگه که اخبرنی بذلك محمد ابن نصیر ابو زکریا یحیی ابن عبدالرحمن انه رأى عیانا. این محمد ابن نصیر ابو زکریا میگه که یحیی ابن عبدالرحمن که با چشم سر دید. حالا ببینید با چشم سر چی رو دید. با چشم سر دید که یک غلامی له علی ظهره، سوار شده از پشت داره مشغول عملیات است. قال فلقیته فعاتبته، میگه که وارد شدم گفتم بابا جناب نصیری داری چیکار میکنی؟ فقال ان هذا من اللذات، گفت این از جمله لذت هاست، چه اشکالی داره؟ و هو من التواضع لله و ترک التجبر، این کار سبب میشه که انسان در مقابل الله متعال تواضع داشته باشه و از تکبر دوری بکنه. خلاصه فرقه کثافتی است که دیگه تو این قوطی عطاری شیعه هر چی بگردید پیدا میشه. تشکر میکنم از دوستان عزیز. با من صحبت یک وقتی داشتم که اثناعشری که از جامع الخرافات همه فرق شیعه است. مثلا نصیری‌ها قائل به این هستن که از پشت سر مجامعت کردن مرد با مرد اشکالی نداره، و امروز متاسفانه میبینید که این در بین اثناعشری حتی با زنهاشون مثلا لواطت میکنن و این رو علماشون فتوا میدن، میگن جایز است، هیچ مشکلی در این نیست. شاید بعض دوستان بگن خب آقا شما اومدید متن عربی رو نشون دادید، ما نفهمیدیم چی بود چی نبود. نوبختی رو فرق شیعه رو خودشون ترجمه کردن. دوستان عزیز اگر این رو نشون بدن، این فرق شیعه نوبختی است. یعنی صفحه بعدش این هم در مورد فرقه نمیریه. فرقه ای از معتقدات به امامت علی ابن محمد علیه السلام در زمان حیاته کجراه رفتن و معتقد به نبوت مردی به نام محمد ابن نصیر نمیری شدند که ادعا میکرد پیامبر است و ابوالحسن عسکری یعنی علی ابن محمد علیه السلام او را فرستاده است، و معتقد به تناسخ بودند و درباره ابوالحسن عسکری غلو میکرد و میگفت که در او خدایی است، و معتقد به اباحه محارم بودند، یعنی ازدواج کردن با محارم، و آمیزش جنسی مردان با مردان از پشت را حلال می‌دانستند و می‌گفت که این از نشانه تواضع و فروتنی است و یکی از شهوت‌ها و طیبات است و الله عزوجل چیزی از اینها را حرام نکرده است. اسباب این نمیری را محمد ابن موسی ابن حسن ابن فرات تقویت می‌کرد. نمیری وقتی درگذشت در بیماریش و وقتی که زبانش بند آمده بود به او گفتن این امر پس از تو از آن کیست؟ گفت از آن احمد، و ندانستن که این احمد کیست. پس سه فرقه شدن. یک فرقه گفت احمد پسر خودش است، یک فرقه گفت احمد پسر موسی ابن حسن ابن فرات است، و یک فرقه گفتن که احمد پسر ابوالحسن محمد ابن بشیر ابن زید است. لذا اختلاف یافتن و نتوانستن که به چیزی برگردن و اینها ادعای نبوت از جانب ابو محمد برای نمیری کردن و نمیری نامیده شدن. اینجا اگر متوجه شده باشید اون قسمتی که این آقای نمیری یک غلامی سوار ایشون شده بود و داشت عملیات اجرا می‌کرد رو اینجا سانسور کرده نیورده، در صورت در نسخه عربیش هست. تشکر می‌کنم دوستان. و در فرق شیعه نوبختی به عربی هم همین موضوع در اونجا هم اومده.
فرقه نمیری اینجا هست. دقیقا همون مسائلی که مسئله ربوبیت علی رو اعتقاد داشتن، نکاح محارم رو اعتقاد داشتن، یحلل نکاح الرجل بعضهم بعضا، مردها با هم دیگه میتونن که به اصطلاح همبستر بشن و ادعا میکردن که این از تواضع است. به خاطر همین من این نصیری ها رو فرقه شیعه متواضعه اسمشون رو گذاشتم که به اصطلاح لواط میدن و این رو از تواضع لله تعالی میدانن. استغفر الله العظیم. تشکر میکنم دوستان عزیز. و کسانی که بخوان در مورد اینها بیشتر بدانن، در کتاب الاحتجاج، در کتاب التحریر از طاووسی، الذریعه، الطرائف، الغیب الطوسی، الفوائد الطوسیه، بهار الانوار جلد 25، بهار الانوار جلد 46، بهار الانوار جلد 51، خلاصه الاقوال، رجال کشی، عمدة عیون استحاء الاخبار، قاموس الرجال، مستدرک سفینة البحار و معجم رجال الحدیث. در همه این کتاب ها در مورد این فرقه ذکر شده. مثلا این احتجاجش رو من خدمت شما نشون بدم، بقیه رو نشون به خاطر نمیدم که وقت شما ایزان گرفته میشه. در اینجا در صفحه 475 در کتاب الاحتجاج در مورد نمیری در اینجا مفصل توضیح داده. تشکر دوستان عزیز. در التحریر ابن طاووس دوستان نشون بدن صفحه بعد. در اینجا محمد ابن نصیر النمیری. تشکر میکنم دوستان عزیز. در مورد در غیبه طوسی محمد ابن نصیر النمیری در موردش در اینجا مفصل آورده. تشکر میکنم دوستان عزیز. در فوائد طوسیه دوستان عزیز نشون بدن، فوائد طوسیه حر عاملی در اینجا در مورد فرقه نصیریه در اینجا باز آورده. تشکر دوستان عزیز. کتاب خلاصة الاقوال فی معرفت الرجال محمد ابن نصر من اصحاب ابی محمد که در اصل نصیر است، این را در اینجا آورده. تشکر میکنم دوستان عزیز. خلاصه عزیزان در مورد اینها در کتب مختلف رجالی و کتاب های معروف شیعیان مطالب مهمی آورده. به خاطر اینکه صحبت هایی که کردیم کسی نگه که والا شما اومدید و یک سری حرفایی زدید و ما چه بدونیم که درست است یا نیست، من در مورد نصیری ها از صفحات رسمی شیعیان هم بعضی از مطالب رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. مثلا در اینجا در سایت تبیان، سایت تبیان میدونید که سایت های معروف این هاست. علویان چه کسانی هستن؟ در اینجا دوستان اگر نشون بدن این رو، با صرف نظر از کجندیشی ها در تلقی نصوص آیات الهی و سخنان رسول اکرم، آنچه مبدأ و مبنای تفرق و تشدد و وجود آمدن مذاهب فرق گردید قدرت طلبی و مقام‌خواهی هایی بود که از همان روزهای بعثت اینو به گردن اصحاب پیامبر انداختن. خب علوی در کل شامل فرزندان پیامبر می شود. شیعه نام عمومی کسانی است که به امامت امیرالمومنین گرویدند. واژه نصیریه به علویان، خود نصیریه این نام را مشتق از نام پیشوایشان محمد ابن نصیر می داند. در متون اسلامی این نام قبل از تأسیس این فرقه در لاذقیه در قرن پنجم ثبت نشده است. اولین بار در اوایل قرن پنجم قمری در اثری از حمزه ابن علی که از مؤسسان مذهب دروزی به نام الرسالة الدامغه فی الرد علی الفاسق نصیری در اینجا اومده. در مورد واژه علوی که امروز در سوریه خطاب به نصیریه به کار می‌رود، در تاریخ اسلام به معنای منتسب به علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده است و اشاره به شیعیان و پیروان آن امام دارد. خاستگاه علویه یا نصیریه که از فرقه‌های مذهب شیعه است که بزرگترین اقلیت دینی را در سوریه تشکیل میداد و حافظ الاسد و بسیاری از رهبران حزب حاکم این کشور از پیروان آن هستند. سکونتگاه اصلی علوی‌ها در غرب سوریه است. پیروان این مذهب را علویان یا نصیریون یا الانصاریه مینامند.
امکنون علویان بیشتر در سواحل سوریه و استان هاتای در ترکیه در تمرکز دارند. به طور تقریبی 13% جمعیت سوریه علوی هستند و در سوریه آنها قدرت سیاسی قابل توجهی رو به دست آوردند و از زمان سرپرستی فرانسه بر سوریه مقامات مهمی در ارتش به دست آورده و با به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1963 موقعیت بهتری کسب کردند. اما پس از رسیدن آفتاب به قدرت بود که جایگاه آنها کاملا مستحکم شد. از بین 33 افسر نظامی ارشد منتخب حافظ الاسد برای فرماندهی نیروی مسلح و سرویس‌های امنیتی بین سال‌های 1970 تا 1997 حداقل 19 نفر علوی بودند. ریشه‌های تاریخیشون رو در اینجا بیان میکنه که همون چیزایی که در کتاب‌ها بودیم. به شکلی داره اینو ماسمالی میکنه که اینها را آدمای خوب جلوه بده، از اون تواضع و فروتنی و از نکاح محارم و از این چیزا در اینجا ذکر نمیکنه.